حکم شراب در قرآن چیه؟ تا آخر این ویدیو رو با دقت ببین که دچار سوء برداشت نشی. قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم خواستم بگم چقدر خوب بود اگر همون اول به جای این همه باید و نباید هایی که به ما گفتن کلام خدا رو عیناً به ما منتقل میکردن تا ما درست و غلطش رو خودمون متوجه بشیم و خودمون تصمیم بگیریم. اینجوری خیلی از آدما از خدا و دین زده نمی‌شدن. آیه 219 سوره بقره خداوند به پیامبر می‌فرماید از تو درباره حکم قمار و شراب می‌پرسند. به آنها بگو در این دو خلاف و ضرر بزرگی است و سودی هم برای مردم دارد، اما خلاف و ضرر آن بسیار بزرگتر از منفعتش است. در آخر آیه می‌فرماید آیات خداوند به روشنی برای شما بیان شده است تا شاید کمی فکر کنید و عقل خود را به کار ببندید. بریم جز به جز این آیه رو بررسی بکنیم. توی این زبان عربی خمر به معنای پوشاندنه و چون شراب عقل رو میپوشونه، هوش رو از سر میبره و نمیذاره که عقل کار بکنه، بهش خمر گفته میشه. حالا ببینیم منفعت شراب چیه؟ در دوران جاهلیت مردم زیاد از خرید و فروش شراب سود می‌بردن. در عصر حاضر هم همینطوره، خیلی از خرید و فروش شراب سود می‌برن. سود دیگه‌اش چیه؟ سود دیگه‌اش اون شادی لحظه‌ایه که برای آدم داره. یعنی برای چند ساعت، چند لحظه اون غم رو اجازه نمیده بهش فکر بکنی. تو رو از غم دور می‌کنه، اما زودگذر و لحظه‌ای. یعنی درمانگر غم نیست. فقط تو رو در چند ساعت از اون غم دور میکنه و بعد از اینکه مستی رفت شاید اون غم خیلی هم بزرگتر دوباره سراغت میاد. اما ضرر شراب چیه؟ ضررش اینه که وقتی شراب مینوشی یا عقل از سر میپره نمیتونی رفتار عاقلانه از خودت نشون بدی. ممکنه که حرکاتی بکنی، رفتاری بکنی که سالهای سال وقتی بهش فکر میکنی از خجالت آب بشی بری تو زمین. ممکنه یه آدم مست حرفایی رو بزنه که سالهای سال پشیمونی به بار بیاره. ممکنه شراب بنوشه، پشت فرمون بشینه و حوادثی رو به بار بیاره که هیچ وقت نمیشه جبرانش کرد. کسی که شراب مینوشه و مست میکنه ممکنه مرتکب زنا بشه، حتی زنا با محارم، و دیگه هیچ وقت نمیتونه این خسارت هایی که به خودش و زندگیش یا آبروش زده رو جبران بکنه. ضرر دیگه شراب چیه؟ هر متخصص قلبی به بیمار قلبی خودش میگه حق نداری شراب بنوشی، ممنوعه، چون برای قلبت خیلی ضرر داره. هر متخصص گوارشی به کسی که مشکل معده داره میگه حق نداری شراب بخوری، چون معده‌تو داغون میکنه. انسان دو جزء اساسی داره، مغز و قلب، که اگه یکی از اینا از کار بیفته زندگی آدم تمومه. ببین شراب مغز انسان رو برای چند ساعت از کار میندازه، یعنی در واقع اون هوشیاریش رو از بین میبره و باعث میشه خساراتی به خودش بزنه که جبران ناپذیره. برای قلبش هم که ضرر داره. پس اینجا میفهمیم که چرا خداوند فرموده که ضررش خیلی بیشتر از سودشه. سود شراب اون شادی لحظه‌ایه که در واقع سود حساب نمیشه، یه درپوش موقت روی غم‌ها و مشکلات آدم. اما در مورد قمار چرا خدا گفته هم سود داره هم ضرر داره؟ خب معلومه یه قمارباز ممکنه چند تا بازی رو ببره و سود خوبی بکنه، اما توی یه بازیه که یه قمارباز کل زندگی و داراییشو از دست میده، پس ضررش خیلی بیشتر از سودشه. در آخر آیه خداوند فرموده به این روشنی آیات رو برای تو بیان کردم، یکم فکر کن، یکم عقلتو به کار ببر، چون خداوند میدونه که آدم عاقل هیچ وقت کاری رو نمیکنه که ضررش بیشتر از منفعتش باشه. بریم سراغ آیه 90 و 91 سوره مائده. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. آیه 90 سوره مائده خداوند میفرماید ای کسانی که ایمان آورده اید. انما همیشه برای تاکید میاد، یعنی حتما، قطعا.
شراب خوردن و قماربازی کردن از کارهای پلید و اعمال شیطانیه. می‌فرماید از آنها دوری کنید که رستگار شوید. فرموده اجتنبوا، دوری کنید. چرا؟ برای اینکه رستگار بشی، برای اینکه عاقبت به خیر بشی. یعنی اگر نمیخوای عاقبت به خیر بشی، خیلی خوب این دوتا کار رو انجام بده. و آیه 91 سوره مائده خداوند می‌فرماید شیطان به وسیله شراب و قمار میخواد شما رو از یاد خدا و از نماز خوندن دور بکنه. خیلی در آخر این آیه خداوند زیبا سوال میپرسه، میگه نمیخوای دست برداری؟ سوال ازت پرسیده، این همه توضیح برات داد، این کار شیطانه، تو از من دور میشی، این کار اشتباهه، ضررش بیشتر از سودشه. در آخر نمیگه این کارو بکن یا نکن، میگه نمیخوای دست برداری؟ آیه 93 خیلی قشنگ خداوند جواب اون کسایی رو میده که با خودشون میگن خب من تا الان شراب خوردم و نمیدونستم اشتباهه، نمیدونستم این همه ضرر داره، الان چیکار کنم؟ حکم من چیه؟ خداوند میفرماید کسایی که ایمان آوردن و کار نیک انجام دادن تا الان اگر شراب خوردی بر تو گناهی نیست، لا جناح. از این به بعد پرهیز کن و کارهای نیک انجام بده. میدونید توی کل این آیات خداوند میخواد بگه راه من اینه، راه شیطانم اینه. تصمیم با توئه که کدوم انتخاب بکنی. بدون رو درواسی انتخاب خودتو توی کامنت ها بنویس. راستی اگه دوست داری که شادی همیشگی و مستی دائمی رو تجربه بکنی، هایلایت قرمز رو ببین و نماز عاشقانه رو یاد بگیر و بخون. در ضمن اینم دلستر بود.